من در ویدیوی قبلی گفتم 99% تمام اتفاقاتی که برای ما افتاده رو ما خودمون مقصریم، چون تمام اشتباهاتمون، تمام رنج هامون، تمام صدمه‌ای که به خودمون زدیم و من میتونم ثابت کنم که خودمون مقصریم. حتی ممکن است زندگی های قبلی آورده باشیم، حتی این زندگی نباشه، 1000 بار زمین اومدیم. اونهایی که ما رو آزار دادن مأمور بودن و معذور. ما بپذیریم که خودمون مقصریم، اینا برای رشد آگاهی ما بود و اون آدم ها رو ببخشیم، یه گام خیلی بزرگ برداشتیم و گامی که باعث میشه بتونیم چشمامون رو بیشتر باز کنیم، بیشتر زندگی کنیم، بیشتر یاد بگیریم. ما نیومدیم این رو زمین که فقط آشغال بریزیم و دیگران آزار بدیم و نبخشیم و حسادت کنیم، غیبت کنیم. ما اومدیم رشد کنیم. بذارین این بار لاغر رو زمین چیزی یاد بگیریم و برگردیم. جسم ما رو زمین میمونه ولی روح ما با همینایی که بلدیم برمیگرده بالا، دوباره با یه کالبد دیگه، به یه شکل دیگه برمیگرده، بر اساس اون ثروت معنوی که از زمین میبریم دوباره برمیگردیم. اصلا این بار هیچی نشه، شاید برای دفعه بعد بهتر زمین بیاییم، ببخشیم، روحمون آزاد کنیم. چون اون کسی رو که ما نمیبخشیم، اون کسی که ما رو رنج داده داره زندگیشو میکنه. وقتی ما اونو نمیبخشیم، تنها اتفاقی که میفته میدونین چیه؟ مثل این که شما سم بخوری انتظار داشته باشی ایشون بمیره. میشه؟ هرگز نمیشه. بس بهتره راحت، خیلی راحت از اون اتفاق بده بگذریم و اجازه بدیم اتفاق خوبا بیفته. یه گام بلنده، یه پرش بلند بخشیدن دیگرون. به خدا به خاطر خودتونه، فقط شما ببخش، بگو من به خاطر خودم میبخشم. اگه بتونی به خاطر خدا ببخشی که خیلی عالیه. بگو من میخوام خودم رها بشم. همین. چقدر مگه عمر داریم میگذره. اون کسی اون کار کرد، اون کسی که کار بدی با شما کرده، به شما رنج رسونده، کارماش نوشته شد و ثبت شده. این جهان، این زمان نه زمان دیگه کارما خواهد شد. تمام.